150 افسر عالی رتبه رژیم غاصب صهیونیستی رو به درک واصل کرد. وقتی حسین فهمیده اون کار بزرگ رو انجام داد و اولین عملیات شهادت طلبانه رو این نوجوان 13 ساله انجام داد، این دنیا رو متحول کرد. زمان کمی بعد از شهادت حسین فهمیده احمد قصیر بزرگترین عملیات شهادت طلبانه تاریخ حزب الله را انجام داد. 150 افسر عالی رتبه رژیم غاصب صهیونیستی رو به درک واصل کرد. 11 نوامبر روز شهید در لبنان هست، روز شهادت احمد قصیره. شخص دیگه‌ای به نام علی منیف اشمر، این شخص از لحاظ زیبایی حقیقتاً فوق‌العاده است. اینقدر خوشگل بود این شخص که همین الانش هم معروف به قمر المستشهدین، ماه شهادت طلبا. این شخص در وصیت‌نامه خودش نوشته سلام من رو به بسیجی‌های ایران برسونید، بگید ما هر چی داریم از شما هست.